ایرانی‌ها بیش از هر زمان دیگری آگاه هستند که اکنون آنها کنترل اوضاع را در دست دارند. آنها بیش از هر زمان دیگری آگاه هستند که ترامپ در دردسر بزرگی قرار دارد و او به یک توافق نیاز دارد. غرب اوکراین را به راهی گمراه کننده می کشد. اسرائیلی ها در غزه در حال اجرای یک نسل کشی هستند. تقصیر چین نیست که می خواهد قدرتمند باشد. پس اگر به دردسر بیفتید و با 911 تماس بگیرید، آن طرف خط هیچ کس نیست. سلام، من جان مرشایمر هستم و بار دیگر با یک قسمت دیگر برگشتم و این بار میخواهم درباره جنگ ایران صحبت کنم و چیزی که میخواهم اینجا مطرح کنم این است که اکنون زمان آن رسیده است که ترامپ این جنگ را خاتمه دهد، به یک توافق با ایرانی ها برسد، به این جنگ پایان بدهد و در عمل شکست را بپذیرد و بپذیرد که ایران این جنگ را برده است و ما این جنگ را باخته ایم. و روشی که می‌خواهم پیش بروم این است که ابتدا درباره اهدافی صحبت کنم که ایالات متحده در آغاز این جنگ برای خود تعیین کرده بود و سپس می‌خواهم درباره ناکامی ما در دستیابی به هر یک از آن اهداف صحبت کنم و دوست دارم توضیح دهم که در نتیجه دنبال کردن این اهداف تا چه اندازه در وضعیت بدی قرار گرفته‌ایم و سپس می‌خواهم بحث را عوض کنم و درباره راهبردهای نظامی صحبت کنم که برای رسیدن به آن اهداف به کار گرفته‌ایم. و البته استدلالی که می‌خواهم مطرح کنم این است که راهبردهای مختلفی که به کار گرفته‌ایم در دستیابی به اهدافی که در آغاز این جنگ تعیین کرده بودیم شکست خوردند و می‌خواهم با جزئیات درباره این راهبردهای مختلف صحبت کنم و توضیح دهم چرا شکست خوردند. و همانطور که روشن خواهد شد استدلال خواهم کرد که ایالات متحده 5 راهبرد بالقوه در اختیار داشت که می توانست دنبال کند، اما فقط 3 مورد از آنها را دنبال کرد. 2 مورد را دنبال نکرد و درباره آن 3 راهبرد صحبت خواهم کرد و توضیح خواهم داد چرا شکست خوردند و سپس درباره 2 راهبردی که دنبال نکردیم صحبت خواهم کرد و توضیح خواهم داد چرا آنها را دنبال نکردیم. و باید این نکته را در ذهن داشته باشید که کاری که من دائما انجام خواهم داد صحبت درباره رابطه میان اهدافی است که دنبال می‌کنیم و راهبردهایی که برای رسیدن به آن اهداف انتخاب کردیم یا انتصاب نکردیم. اما بیایید با اهداف شروع کنیم. وقتی جنگ آغاز شد ایالات متحده و این موضوع درباره اسرائیلی‌ها نیز صادق بود 4 هدف داشت. هدف اول تغییر حکومت در تهران بود. هدف دوم این بود که توانایی ایران برای غنیسازی اورانیوم را از بین ببرد، زیرا اگر بتوانید اورانیوم را غنیسازی کنید نسبتاً به آسانی می توانید یک سلاح هسته‌ای بسازید. هدف سوم از بین بردن برنامه موشک‌های بالستیک دورگرد اوکراین بود و هدف چهارم این بود که اساساً ایران دیگر از حماس، حزب الله و حوثی‌ها حمایت نکند. اینها 4 هدف بودند و به نظر من نکته بسیار مهم این است که تغییر حکومت مهمترین این 4 هدف بود، زیرا اگر به تغییر حکومت دست پیدا نمی کردید واقعا نمی توانستید به 3 هدف دیگر برسید. بنابراین تغییر حکومت هدف شماره 1 بود. اما همچنان آن 3 هدف مهم دیگر نیز وجود داشتند که به نظر من زیر مجموعه آن هدف فراگیر بودند. حالا سوالی که باید از خودتان بپرسید این است که امروز از نظر این اهداف در چه وضعیتی قرار داریم؟ و اجازه بدهید در اینجا 2 دسته استدلال مختلف مطرح کنم. اول از همه اگر فقط به آن 4 هدف نگاه کنیم ما به هیچ یک از این 4 هدف نرسیده ایم، به هیچ کدام از آنها، و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که هیچ یک از آنها به این زودی ها محقق شود. علاوه بر این اکنون در وضعیتی قرار داریم که در 27 فوریه 1 روز پیش از آغاز جنگ در آن نبودیم و آن این است که ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و امروز در همین لحظه که ما صحبت می‌کنیم رفت و آمد کشتی‌ها به داخل و خارج از تنگه هرمز را متوقف کرده است. علاوه بر این در 27 فوریه 1 روز پیش از آغاز جنگ ایالات متحده یک ساختار ائتلافی قدرتمند با کشورهای خلیج در منطقه داشت و مجموعه مهمی از پایگاه‌های نظامی در منطقه در اختیار داشت. امروز آن پایگاه‌ها یا به شدت آسیب دیدند یا نابود شدند و ساختار ائتلافی که ایالات متحده با کشورهای خلیج داشت عملاً از هم پاشیده است.
اگر بخواهم یک گام فراتر بروم، اقتصاد جهانی به دلیل محاصره تنگه هرمز در وضعیت بسیار خطرناکی قرار دارد و اگر این جنگ به زودی پایان پیدا نکند، خطر واقعی وقوع یک رکود جهانی وجود دارد. و در پایان اشاره می کنم که چین که بنابر دیدگاه دولت ترامپ رقیب اصلی آمریکاست، از این درگیری سود بسیار زیادی برده است. بنابراین اکنون با وضعیتی روبرو هستیم که ایالات متحده نه تنها به هیچ یک از 4 هدفی که در آغاز تعیین کرده بود نرسیده است، بلکه امروز با مجموعه‌ای از مشکلات جدی دیگر نیز روبرو است. مشکلاتی که در 27 فوریه، یک روز پیش از آغاز جنگ، وجود نداشتند. اجازه بدهید از زاویه دیگر به این موضوع نگاه کنم. اگر به یادداشت تفاهمی که رئیس جمهور ترامپ در 17 جون امسال با ایرانی‌ها امضا کرد نگاه کنید، این یادداشت تفاهم برای پایان دادن به جنگ طراحی شده بود. آنچه می‌بینید این است که آن اساساً یک سند تسلیم بود. رئیس جمهور ترامپ عملاً در برابر هر موضوعی که میان ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها مورد اختلاف بود، امتیاز داد. این سند به گونه‌ای تنظیم شده بود، یعنی همین یادداشت تفاهم، که ابتدا یک آتش بس برقرار شود، درگیری‌ها متوقف می‌شد و تنگه هرمز باز می‌شد و علاوه بر این ایرانی‌ها می‌توانستند نفت را در بازارهای آزاد بفروشند، چیزی که پیش از آن ممکن نبود. یادداشت تفاهم 17 جون امضا شد. آنها می‌توانستند نفت را بدون نگرانی از تحریم‌های آمریکا بفروشند. این بخش نخست توافق بود. باز هم اول برای برقراری آتش بس و دوم برای باز کردن تنگه. سپس یک دوره 60 روزه برای مذاکره وجود داشت و در پایان آن دوره 60 روزه درباره مسئله هسته‌ای تصمیم گیری می‌شد. اما کاملا روشن بود که ایرانی‌ها توانایی غنیسازی هسته‌ای خود را حفظ خواهند کرد و این با یکی از اهدافی که هنگام ورود به جنگ داشت در تضاد بود. علاوه بر این روشن بود که ایالات متحده باید اجازه دهد همه دارایی‌های مسدود شده ایران به این کشور بازگردانده شود و علاوه بر این باید غرامت نیز پرداخت می‌شد به ایرانی‌ها بابت تمام خسارت‌هایی که در این جنگ به ایران وارد شد و خسارت بسیار بزرگی وارد شد. بنابراین باید مبلغ بسیار زیادی به ایرانی‌ها پرداخت می‌شد و افزون بر همه اینها ایرانی‌ها می‌توانستند نفت را آزادانه در بازارهای جهانی بفروشند. بنابراین تمام اینها، یعنی اگر به این یادداشت تفاهم نگاه کنید، ایالات متحده در همه مسائل کلیدی امتیاز داد. ایرانی‌ها پیروز شدند. بنابراین از نظر اهدافی که با آنها وارد این جنگ شدیم، نتوانستیم به هیچ کدام از آنها دست پیدا کنیم و پس از آغاز جنگ در وضعیتی بسیار بدتر از قبل قرار گرفتیم. حالا سوالی که باید از خودتان بپرسید این است که اینجا چه اتفاقی افتاد؟ ما مجموعه‌ای از راهبردهای نظامی مختلف را به کار گرفتیم تا به آن 4 هدفی که تعیین کرده بودیم برسیم. و سوالی که باید از خودتان بپرسید این است که آن راهبردها چه بودند و چرا شکست خوردند. حالا کاری که می‌خواهم انجام دهم این است که بحث را بر اساس آنچه به نظر من 5 راهبرد احتمالی پیش روی ایالات متحده بود چارچوب بندی کنم، سپس توضیح دهم چه اتفاقی افتاد و بعد تحلیل کنم که چرا این راهبردها شکست خوردند. پس من این 5 راهبرد را مطرح می‌کنم و توضیح خواهم داد که از 28 فوریه تا امروز در بکارگیری این راهبردها چه اتفاقی افتاد و سپس تحلیل خواهم کرد که چرا آنها شکست خوردند. اینها 5 راهبرد هستند. 3 راهبرد نخست به قدرت هوایی مربوط می شوند. راهبرد 4 به قدرت دریایی مربوط می شود و راهبرد 5 به قدرت زمینی یا ارتش‌ها مربوط می شود. در مورد قدرت هوایی، فصل 8 راهبرد اول، کارزار هوایی هدفمند. راهبرد نخست چیزی است که من آن را کارزار هوایی هدفمند می‌نامم. بسیار خوب، یک کارزار هوایی هدفمند. وقتی میگویم هدفمند، منظورم این است که یک کارزار بمباران راهبردی است که در آن برخی اهداف را مورد حمله قرار نمی‌دهید. به بیان دیگر، میان اهداف تفکیک قائل می‌شوید و در این مورد یک کارزار هوایی هدفمند شامل حمله به اهداف نظامی، تعدادی محدود از اهداف غیر نظامی و زیرساخت‌های غیر نظامی است. اما در مجموع
از حملات گسترده به زیرساخت‌های غیر نظامی پرهیز می شود و از حمله به تأسیسات داخل ایران نیز پرهیز می شود. حالا وقتی می گویم زیرساخت‌های غیر نظامی، منظور این است که به پل‌ها حمله نشود، از حمله به پل‌ها خودداری شود، از حمله به نیروگاه‌های برق خودداری شود و البته از حمله به تأسیسات نفتی و تأسیسات نفت و گاز داخل ایران نیز خودداری شود. این همان چیزی است که یک کارزار هوایی هدفمند یا یک کارزار بمباران راهبردی هدفمند به آن شباهت دارد. فصل نهم، راهبرد دوم. کارزار هوایی بی‌تمایز. من این را با یک کارزار هوایی بی‌تمایز مقایسه می کنم. کارزار هوایی بی‌تمایز یعنی جایی که ایالات متحده و اسرائیل همه اهدافی را هدف قرار می دهند که همین حالا آنها را در یک کارزار هدفمند اهداف مشروع توصیف کردم. اما علاوه بر آن، زیرساخت‌های غیر نظامی، نیروگاه‌های برق، پل‌ها و همه تأسیسات را نیز هدف قرار می‌دهند. به بیان دیگر، همه اهداف ممکن در داخل ایران هدف قرار می‌گیرند. این یک کارزار هوایی بی‌تمایز است. در مقابل یک کارزار هوایی هدفمند. راهبرد سوم، اقدام متقابل است و این نیز یک کارزار هوایی است، اما شامل حملات در مقیاس کوچک می شود. به این صورت که یک طرف به طرف دیگر حمله می کند و سپس طرف مقابل پاسخ می دهد و من این را اقدام متقابل می نامم. این در مقایسه با کارزارهای بمباران راهبردی هدفمند یا بی‌تمایز در مقیاس بسیار کوچکتری انجام می شود و بسیار محدودتر است. بنابراین اینها سه راهبردی هستند که به قدرت هوایی مربوط می شوند.